ایام خشکسالی و قحطی کشاورز رفت پیش آسیابان، بهش گفت تو رو به روح پدر و مادرت بچه‌های من دارن از گرسنگی میمیرن، قحطی، یه خورده به ما گندم بده. آسیابان یه مقدار گندم ریخت تو دستمال، گره زد داد بهش. همطور که داشت میومد داشت دعا میکرد، میگو خدایا به حق عزتت گره از مشکلات مردم باز کن، گره از گرفتاری های مردم باز کن، گره از این قحطی، از این خوشسالی، از این نکبتی که ما رو گرفته باز کن. اینقدر گره کرد تا این گره های دستمال باز شد، همه گندم ها ریخت رو زمین. چنان عصبانی شد، رو کرد به خدا، گفت سالها نرد خدایی باختی، این گره رازان گره نشناختی؟ من تو را کی گفتم ای یار عزیز که این گره بخشای گندم را بریز؟ آن گره را چون نیارستی بگشود، این گره بگشودن دیگر شد. من خداوندی ندیدم زین نمد یک گره بگشودی آن هم قدر. میگه الغرض برگشت مسکین دردناک، تا مگر برچیند آن گندم ز خاک. برگشت گندم ها رو جمع کنه، چون برای جستجو خم کرد سر، دید افتاده یکی همیان زر. یه صدایی در درون بهش گفت تو مبین اندر درختی یا بچا، تو مرا بین که منم مفتاح را. سر پنهان است اندر سقف‌ها، ظاهرش با توست و باطن برخلاف. عقل را خود با چنین سودا چه کار، کر مادر زاد را سرنا چه. سجده کرد و گفت که رب بد، من چه دانستم تو را حکمت چه بود. هر بلایی کس تو آید رحمتی است، هر که را فقری دهی آن حکمتی است. این شعر مولانا رو به خاطر بسپارید. هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر، آرامتر از آهو بیباکترم از شیر. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر.